نکته دیگه داریم، ما تو بحث تجارت الکترونیک مجموعه‌ای داریم به نام یک تماس.ir که یک تماس بحث ارتباط و خرید الکترونیک هستش. اینجا باز اونجایی هستش که ما میتونیم سبک زندگی رو تغییر بدیم. خیلی از محصولات نیاز به لمس ندارن، میتوان و ایرانیان اعتماد کردن خریدشون رو انجام بدن. خیلی از کالای دیجیتال اینجوری هست، خیلی از بحث‌های مربوط به لوازم خانگی اینجوری هست. به برند اعتماد میکنید، سفارش میگذارید، پرداختش رو انجام میدید و به صورت خیلی دقیق و با صحت خدمت شما میرسه. یه نکته اساسی داره، معمولا نگرانی وجود داره. ما پول رو پرداخت کردیم، جنس کی میرسه؟ آیا اون جنسی که ما میخوایم میرسه؟ آیا با اون کیفیتی که ما خواستیم میرسه؟ پاسارگاد یک عنوانی داره و یک بخشی ایجاد کرده با نام پرداخت امن پاسارگاد، مخفف پاد، که روی موبایل میشه امپاد، روی تلفن میشه تلپاد، رو بخشای مختلف مینشینه، واسطه میشه، پول میاد داخل یک حسابی نگه داشته میشه. به محض که خدمات دریافت شد توسط عامه شهروندان، پول آزاد میشه با رولهای مختلف. مثلا اگر SMS بزنید جلوش گرفته میشه، یا نه حتما باید SMS بزنید تا پول پرداخت بشه. این سامانه‌ای هست که اعتماد رو ایجاد میکنه تو تجارت الکترونیک.